دقت کردین قدیمی‌ها همیشه میگفتن آقا با یه دست 2 هندونه بر ندارید، با 2 دست 3 هندونه بر ندارید نمیشه. آقا میشه. چجوری میشه؟ دقت کردید کسایی که هلدینگ دارن ثروتمندترین افرادن توی بیزینس‌ها. چرا؟ هلدینگ مگه کارش چیه؟ تمام مشاغل اینا سرمایه گذاری میکنن، دخول پیدا میکنن، کارهای عجیب غریبی میکنن. یارو داره صنعت ساختمان‌سازی هم شرکت میکنه، همزمان داره گاز میفروشه، از اون ور داره از چین مهر و تسبیح وارد میکنه. هر شغلی که بگی خب این یارو چجوری پس داره الان این کارا رو هندل میکنه؟ چرا داره به ثروت میرسه اگر اون در مثل داره؟ آقا هر جایی که احساس کردی توی هر اگر نیرو داری، نیرو خیلی مهمه. من خودم خیلی بگاه رفتم سر بی نیرو بودن. هر دفعه اومدم وسعت بدم چون نیرو نداشتم بیشتر به باد فنا دادم. نیرو داری هر شغلی میتونی بزن، نه ترس. درآمدات تهش